با بعضی از آدم‌ها نمیشه کنار اومد. نه احترام سرشون میشه و نه بویی از انسانیت بردن. یه جایی بد جور میشکنیم. هر کی میخواد باشه. بی احترام که میشی یه جایی بد جور زمین میخوری. حس میکنی بی رحمانه له شدی. آدم‌ها از روت رد میشن. به همه چی شک میکنی. بیشتر از همه به خودت. کوچیک میشی. دیده نمیشی. تموم که میشی فراموش میشی. هیچ وقت لازم نیست بی احترامی رو تحمل کنی. بردشونی؟ نه. الان باید جلوشون واسی و حس قدرت رو در وجودت بیدار کنی. سوال اینجاست. چی کار کنیم این آدم‌های بی‌ذات دهنشون رو ببندن و بشینن سر جاشون؟ مرزهای شفاف و روشن مشخص کن. تا کی میخوای منتظر باشی آدم‌ها خودشون بفهمن چطور باید رفتار کنن؟ تو این زمینه رو فراهم میکنی که تخریب بشی. خودت باید این مرزها رو مشخص کنی. آدم‌ها نباید بهت بگن چی کار کنی. نباید انتخاب کنن کدوم رفتار در شأنته و از کدوم رفتار باید دور باشی. خیلی شفاف مرزها رو تعیین کن و کاملا واضح همشون رو به آدم‌ها بفهمون. مشخص کن چه چیزهایی رو میپذیری و خط قرمزها چیا هستن. آدم‌ها زمانی احترام قائل میشن که اون شخص اول برای خودش احترام قائل باشه. همون جوری که با خودت رفتار میکنی، آدم‌ها باهات رفتار میکنن. این اجازه رو خودت بهشون میدی. نمیشه هر کی بیاد و طعنه بزنه و تو هم فقط سکوت کنی. بازم تکرارش میکنه. تا هر وقت که در زندگیت باشه، داستان همینه که هست. شاید هم بدتر شه، چون هیچ واکنشی از تو دریافت نمیکنه. شاید تصور کنی اگر خیلی مهربون باشی، آدم‌ها پشیمون میشن. میان تا جبرانش کنن. اما هیچ وقت همچین اتفاقی نمیافته. تو باید حد و مرز تعیین کنی. به آدم‌ها نشون بدی اگر به خط قرمزات نزدیک شن، برای همیشه از ذهنت پاک میشن. قاطعانه رفتار کن. هر کی میخواد باشه. برای همشون حد و مرز بذار. نباید رفتارهای سمی آدم‌ها رو بپذیری. ارزشمند شدن ساده به دست نمیاد. باید براش بجنگی. گاهی هم تاوان این جنگ خیلی سنگین میشه. همشون روزی پشیمون میشن و از یه جایی به بعد همیشه تو رو یه فرد محترم خطاب میکنن. نامحترمانه برخورد نکن. آروم ولی محکم صحبت کن. کوتاه، مختصر، مفید. اگر کسی سعی میکنه حین صحبت اذیت کنه و حرفتو قطع کنه، کاملا محترمانه مطرحش کن. اینجوری بیانش کن. لطفاً بذار من صحبت کنم. اصلاً دوست ندارم کسی حرف منو قطع کنه. شاید اولش خیلی سخت باشه. شاید خجالت بکشی یا اصلا بترسی که طرف ناراحت بشه. نگران نباش. هر زمانی که بخوان باهات صحبت کنن، یادشون میاد اول باید سکوت کنن تا حرفتو کامل بزنی. میترسن اگر این سری هم همون رفتار رو تکرار کنن. پس سکوت میکنن و هیچ حرفی نمیزنن. همین جاست که حس قدرت میکنی. جاش با هیچ چی پر نمیشه. هر زمانی که تحمل میکنی، آدم‌ها سوارت میشن. یه نفس تازه میکنن و بازم سوار میشن. خب حقم دارن. خیلی لذت بخشه. هر چقدرم آزار برسونن طرد نمیشن. سکوت قدرتمنده. گاهی وقتا سکوت کن. نیازی نیست همیشه هوار بزنیم. لازم نیست همیشه واکنش نشون بدیم. یه جاهایی هم سکوت بهترین جوابه. از خیلی حرفا بیشتر تأثیر میذاره.
آدم هایی که بی احترامی میکنن همیشه منتظر واکنشن. اینجوری راضی میشن که با حرص باهاشون صحبت کنی. همونجا اگر سکوت کنی و کاملا بی تفاوت رفتار کنی، انگار نقشه هاشون خراب میشه. یه رفتار کاملا متفاوت ازت دیده میشه. همین که ازت واکنشی دریافت نمیکنن خیلی اذیتشون میکنه. اما این بار خودشون از درون میسوزن. سکوت شأن تو رو مشخص میکنه. بی احترام که میشی اولش به همه چی شک میکنی. اما بیشتر از این که با تو بد رفتار باشن، با خودشون بد رفتاری میکنن. یه سوال مهم پیش میاد. کدوم رفتار بیشتر تو رو اذیت میکنه؟ حتما برام کامنت کن. این آدم ها ضعف هاشون رو نشون میدن. صبر میکنن تا یه طعمه جدید پیداش بشه. همین بلا رو سرش میارن. باید بپذیری که همه ی آدم ها کامل نیستن. با پذیرفتن این داستان یه بار سنگین کم میشه. زیاد از حد زمان میذاریم. بعدش که بی احترام میشیم حس میکنیم شاید مشکل از ماست. این ذهنیت رو پاک کن. مشکل از ما نیست. مشکل از خودشونه. این وسط ما کاری نیستیم. طرز فکرت که عوض میشه حس آزادی میکنی. این آدم ها با سکوت سر جاشون میشینن. سکوت برای این آدم ها نیازه. تو نمیتونی رفتار آدم ها رو عوض کنی. میتونی انتخاب کنی چه واکنشی نسبت به رفتارهاشون نشون بدی. تصور کن تو این شرایط ناراحت یا پرخاشگر میشی. این همون چیزیه که آدم ها دنبالشن. خونسرد برخورد کن. آدم ها همیشه منتظر واکنشن. صحبت میکنن و واکنش ها رو تماشا میکنن. اینجوری به این درک میرسن که هر چقدرم تلاش کنن نمیتونن عصبیت کنن. طبیعتاً نمیتونیم همه چیز رو کنترل کنیم، اما میتونیم بر ذهنمون مسلط باشیم. قدرت این رفتار زمانی مشخص میشه که آدم‌ها به هول و ولا میافتن. رفتار آدم‌ها دست ما نیست. امکانش هست بد رفتار بشن. تنها کاری که باید بکنی تمرکز بر روی ذهنته. اصلاً احساسی رفتار نکن. از همه بحثا دور شو و خونسرد باش. زمانی هم که لازم شد اون جمع ترک کن. با این رفتار یه جورایی اون شخص خلع سلاح میشه. تا حد امکان از همه آدم‌های بی‌ذات دور شو. اصلاً چرا باید همچین آدمایی تو زندگیت باشن؟ البته گاهی نمیشه خیلی راحت همه آدم‌ها رو حذف کرد. بعضی وقتا پیش میاد اون شخص خانواده باشه یا اصلا همکاری که هر روز مجبور باشی باهاش صحبت کنی. زمان و انرژی خودت رو صرف آدم‌های اشتباه نکن. با همکارت به غیر از کار هیچ حرفی نزن. با همسایت فقط در حد یه سلام علیک ساده رفتار کن. با دوستات فقط زمانی که دانشگاه هستی صحبت کن. اون آدم ها به خواستشون میرسن، اما تو ضرر میکنی. فقط سکوت کن و انجامش بده. فراموش نکن، تو یه انسان ارزشمندی، خیلی توانمندی. از ترس اینکه هم صحبت بشی فرار نمی کنی. از اینکه دود این آتیش بهت برسه کنار میکشی. بعضی وقتا باید از آدم ها دور بشی. میخوای رفتاراشون رو تحمل کنی که چی رو ثابت کنی؟ شخصی که خواب باشه رو میشه بیدار کرد، اما اونی که خودش رو به خواب زده نمیشه کاریش کرد. همه ما آدم ها لایق هستیم. لایق آدم هایی که احترام سرشون میشه. آدم هایی که ارزش و عیان ما رو میفهمن و هیچ وقت پاشون رو از گلیمشون درازسر نمی کنن. نه به خاطر اینکه از ما میترسن، چون نمیخوان ما رو از دست بدن. قدر ما رو بیشتر میفهمن. این آدم ها پر از نفرتن. قصه هات آدم ها رو غمگین نمی کنه. پس چرا باید مهم باشن؟ البته ترک آدم ها همیشه هم آسون نیست، اما گاهی نیازه یه رابطه قدیمی رو ترک کنی.
اصلاً آسون نیست. 100% سخته شخصی که همیشه بود رو فراموش کنی. طبیعتاً خیلی چیزا سد راه میشه. انگار یه زخم کهنه بازم سرباز میکنه. چند نفر رو باید فراموش کنی؟ چی میشه که حذفشون نمی کنی؟ از چی میترسی؟ حتما کامنت کن. نذار شرمنده بشی. کاری نکن شرمنده خودت باشی.